سلام، صبح بخیر. اینجا نزدیکای پونله، از رضوان شهر رد شدیم. نگه داشتن برای سرویس و حالا چای یا صبحانه. خیلی دوره جایی که میخوایم بریم. تصور من این بود که رضوان شهر باشه، چون نوشته بودن رضوان شهر. حالا باید کل مسیر رو توی در واقع مینیبوس باشیم و پیمایشمون خیلی کوتاه تره. سرپرست اومد اینجا و منش هم قطع کنم. خب حالا من یه دمنوشی آوردم، میرم تو مینیبوس. همین که بیرون خیلی سرده دمنوشم رو بخورم. هوا از چیزی که تصور میکردم فکر میکنم سردتره. امیدوارم بالا سردتر از این نباشه. هفته قبل خیلی لباس پوشیده بودم و گرمم شده بود. این هفته سعی کردم لباس کمتری بپوشم. حالا امیدوارم که سردم نشه. البته خب دارم لباس به اندازه کافی. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشم در کنار شما. لحظه‌های خوبی رو بتونم ثبت کنم براتون. خب من فعلا برم تو مینیبوس. فعلا سلام. خب خیلی سرده، قرار امروز یخ بزنم. لباسی که هفته قبل پوشیده بودم و بعد این هفته می پوشیدم. واقعا سرده و اینکه داره برفم میباره و همیشه من میزان تجهیزات و
با میزان پیمایش هماهنگ میکنم. یعنی مثلا وقتی نوشته بود که پیمایش کمه، از نظر من تجهیزاتم باید کم می بوده. خب خیلی سرده. البته که حرکت بکنیم اوکی میشیم، ولی حالا چون تازه از مینیبوس پیاده شدیم یه ذره سرده. من فکر میکنم باید برم این کاپشن پرم بپوشم و اینکه خیلی سرده. تو مسیر اگه بتونم براتون فیلم میگیرم. فعلا حتی من شما اونجوری بگید من اینجوری شما رو بگید عجب آقای زینالی اومدی؟ آقای زینالی داره میاد از یوا نزدیکه اینجا خوبه دست خورده است اشکال نداره. تمام اتومات دیگه نه آوری برای منم بالا اینا از پشت میکنن اما کرام کنی میکنن کرام کنه اتومات هم میکنه تمام اتومات هم میکنه دیدم میکنه بفرما آقای زینالی قیمت ها رو نبرده بالا فعلا نه نبرده 35 تومنه خواستی میتونی یه دونه درخواست خانم امیری خانم امیری اومدی آقای زینالی آقای زینالی میگه اش میره از من شانتین دیگه این اش لاریکی حله. مرسی سپاس از شما خانم
واقعا زیباست، خیلی قشنگه. ای کاش همه این قشنگی رو میشد توی تصویر ثبت کرد. متاسفانه تصویری که میبینه آدم همیشه خیلی قشنگتر از اون عکس و فیلمیه که ثبت میشه. برف داره شدیدتر میشه و احتمالا ما نتونیم به قله برسیم صعود کنیم، چون جاده یخ میزنه و مینیبوس نمیتونه ما رو برگردونه. به خاطر یخ زدن جاده مجبوریم که احتمالا زودتر برگردیم، ولی خود مسیر چندان سخت نیست. میتونید خود مسیر چندان سخت نیست، شیب چندانی نداره و تا قله تایم زیادی هم نداره. منظر پشت سر پیمایش تو این برف واقعا غنیمته. خب سختی خودشو داره ولی از بارون خیلی بهتره و خوششانس بودیم که امروز تونستیم حین بارش برف صعود کنیم. ارزش این مسیر طولانی رو داشت که تا اینجا بیایم، این همه زیبایی که دیدیم. ولی خب اگر زودتر از رش رو افتاده بودیم شاید میرسیدیم صعودم بکنیم. و بارش برف هم حالا موقع فرود یا آره احتمالا موقع فرود بارش شروع میشد، ولی متاسفانه دیگه چون دیر حرکت کردیم و دیرم استارت زدیم، همونطوری که گفتم شاید به قله نرسیم. ولی خب همین پیمایش توی برف واقعا قشنگه، خیلی خیلی قشنگه.
حالت عادی برزکو چقدر راه پیمایشش؟ حالا ما 2 ساعتی داریم میام چون مونده به نظره نگران خرگوش هم اول همین کار بکن دیگه محکم کاریش کرد یه طوری دباستی که هیچکی نخوره بله 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 کارگردانی با شما بله. نمیدونم بسه بله حالا دوشاب آره برفش زیاد ریختین دیگه آخه برفش زیاد شد و دوشاب صفر شده اونو چیز نمیکنه عجب چیزی شد زیاد برفش خالی سلام خب بچه ها ما برگشتیم تا نزدیکای قله رفتیم اما سرپرست تصمیم گرفتن که صعود نکنیم و اون دلیلی که صبح گفتم و برگشتیم. خیلی برف زیاده تو این منطقه همطور که میبینید و ما مشکل تایم داشتیم و اینکه با مینیبوس باید برگردیم و اون در حال باید بتونه که یخ میزنه جاده باید بتونه که برگرده وگرنه که مشکل مسیر نبود. مسیرش آسونه. حالا رسیدم باز تو نزدیکای تو روستا و نزدیکای مینیبوس هر جا که بتونم باز براتون ویدیو میگیرم. این آخرین منظره این برف که خواستم بهتون نشون بدم. یکی از بهترین تجربه های صعودم بوده. صعود توی همچین برف قشنگی توی منطقه خیلی قشنگ. اینجا یه شیب کمی هست که باید مواظب باشم تو برف نیفتم. امیدوارم شما هم از دیدن این تصاویر لذت ببرید. واقعا جاتون خالیه. درخت رو ببینید چقدر خوشگله.
درخت این پشتم البته هستن. اینام خیلی قشنگن، مثل نقاشیه. بریم مسیر رو گم میکنیم. بعد اون افتاده اونجا کار شده اون درست. ببینید چه درختا شبیه عکسای کریسمسیه، واقعا قشنگه. این روستاست. یادتونه صبح هنوز برف تازه شروع کرده بود به باریدن، هنوز نشسته بود تو زمین، ولی الان برف نشسته کاملا و بعضی ماشینا مثل این که گیر کردن. خیلی خیلی قشنگه، واقعا زیباست.
سلام از فردای بعد از صعود. همینطوری که میبینید توی منطقه دیگه از برف خبری نیست و هوا هم خیلی عالیه. من دیروز وقتی رسیدم رشت براتون یه ویدیو ضبط کردم که هوای رشت رو بهتون نشون بدم، ولی متاسفانه بدون صدا ضبط شد و دیگه نشد که اینجا بذارمش. خواستم بهتون بگم همین که ببینید که هوا چطور بوده و تو رشت فقط بارون باریده بود و اینکه بگم همون روز صبح که بهتون گفتم چقدر سرده و میخوام برم لباس بپوشم چیزی نپوشیدم، چون فکر کردم حین صعود گرمم میشه اگر بخوام لباس بیشتری بپوشم، بعد خب سخته تعویض لباس و اینطور هم واقعا شد. همون لباسی که پوشیده بودم هم حتی حس می‌کردم زیاده و خیلی خوب بود، واقعا تجربه عالی بود. جای همه شما خالی. امروز هم که میبینید هوا توی این منطقه خیلی خوبه. خواستم این ویدیو رو قرار بدم و در واقع یه خداحافظی باتون بکنم در پایان ولاگم و اینکه امیدوارم بتونم یه روز دیگه هم در خدمتتون باشم و تجربه یه صعود دیگر رو باهاتون به اشتراک بذارم. تا ولاگ بعدی در پناه سلامتی و آرامش باشید.